بسم الله الرحمن الرحیم. چه تجربه شخصی یا احیانا کتابی تو زندگیتون این شما رو واداشت که بنویسید، یعنی خودکار رو بردارید و شروع کنید از خودتون چیزی بنویسید؟ و شاید واژه سبک نمیدونم، شاید دقیق نباشه، نمیدونم، این امضایی که قلم شما داره چطور به این امضا رسیدید؟ سلام عرض میکنم خدمت عزیزانی و مخاطبان محترمتون. به نظر من دو تا پرسش رو فرمودید. پرسش اول پرسشی است که من عند اقتضا جواب میدم، یعنی هر بار از من میپرسن حتما یه جواب میدم. اولین چیزی که به ذهنم میاد و میگم و احساس میکنم یه ادای دینه، برای اینکه آدم فکر کنه مثلا در حقیقت یک سیبی وجود داره که میفته رو سر نیوتن و جاذبه کشف میشه. به نظر میاد یه ساده سازی خیلی خیلی راحته. اگه اینجوری بود ما کلی کشاورز داریم که توی ایران دارن سیب میکارن، هر سال هم حتما چند تا سیب میفته رو سر کلهشون و هیچ اتفاقی هم نمیفته. به نظر میاد اینجوری نباید دید، یعنی با یه اتفاق تغییر بنیادینی در آدم صورت نمیگیره. یه فراینده. ولی با این همه برای اینکه به این اتفاقات هم آدم ادای دین کنه، من هر بار یه چیزی میگم. یعنی مثلا یه بار میگم یادمه مثلا توی فضای کودکی من، مثلا اون کسی که برای من کتاب قلعه حیوانات رو داد من خوندم، خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. یادم من وقتی قلعه حیوانات خوندم برام او میذاشتن، یعنی کسر و ضمه و اینا میذاشتن روش که من بتونم بخونم، برای اینکه کلاس اولی و دوم دبستان بودم و اون خط رو اصلا بلد نبودم بخونم. خطای ما بزرگتر بود توی کتاب. یا مثلا سالها بعدش که رمان شروع کردم به خوندن که مثلا دوره نوجوانیم بودش و اینا، خب تعداد زیادی رمان خوندم که توی این کار مدیون کتابخونه ها، برای اینکه رمان رو نمیشد خرید، یعنی انقدر تعدادش زیاد میشد که نمیشد خرید. برای اینکه در رمان هم ما این اطمینان رو نداشتیم که رمان رو واقعا دوست داشته باشیم و این حال رو داشته باشیم که دوباره خوانیش بکنیم. رمان جزو کتاب‌هایی نبود که توی کتابخونه‌های خونگی زیاد بشه نگهش داشت. تعداد هم که زیاد میشد دیگه بهترین راه استفاده از کتابخونه‌های عمومی بود. من یادم از یک کتابخونه به تعبیر امروز کتابخانه عمومی، از یک کتابخانه عمومی متعلق به نهاد، نمیدونم اون زمان نهاد وجود داشت نه، ولی به هر صورت مرتبط با کتابخانه عمومی کشور شروع کردم و رفتم اونجا شروع کردم کتاب خوندن. برگدان داشت مثل این چیزی که احتمالاً پشت تصویر ما مشخصه، هنوز که طبیعتاً سیستم و کامپیوتر و اینا که وجود نداشت. کتابدار محترمی که اونجا بود به من گفتش که برگدانای ما ناقصن، تو میتونی بیای تو مخزن. برای اینکه تقریبا من دیگه مثلا کلک برگدانو کنده بودم، تونستم برم تو مخزن. خب برام یه تجربه خیلی عظیمی بود. یعنی فکر میکنم مثلا نمیدونم با چی بتونم اینو مقایسه کنم. یعنی مثلا برای من اون زمان رفتن توی مخزن مثلا این بود که مثلا یه کسی بگه مثلا من رفتم چه میدونم یه علاقه‌مند مثلا به استارتاپ بگه من رفتم همه سیلیکون ولی رو دیدم، مثلا اون مخزنی همچین حالی داشت برای من. وارد مخزن شدم، اون مخزن رو تموم کردم، کتابخونه‌های بزرگتر تا پامون به کتابخونه‌های دیگه‌ای باز شد، از جمله همین کتابخونه حسین ارشاد که فکر میکنم جزو بهترین کتابخونه‌های تهران بود، برای اینکه منابعش هم متفاوت بود با نهاد کتابخانه عمومی. یک کتابخونه کانون وزرا بود، خیلی خوب بود، و یه دونه کتابخونه حسین ارشاد. من هر دو اینا رو عضو بودم و یادم اینجا زیاد اومدم و کتابخونه. به خاطر رمان خوانی عملاً علاقه‌مند به نوشتن هم شده بودم، قبلش هم همینطور، یعنی قبلش هم می‌نوشتم، ولی قصه رو طبیعتاً مدیون رمان خوانیه و مدیون تعداد زیادی رمان که خوندم. اما اینکه احساس کنم قصه ایرانی که می‌خوام بنویسم یه ادای دین آدم دوست دارم اینجا بکنم به خانم دانشور. صوبشون شاید امروز اگه دوباره بخونمش رمان مثلا خیلی برجسته‌ای نباشه که هست، شاید مثلا رمان خیلی متفاوتی نباشه، ولی خب من بیشتر رمان خارجی خونده بودم. رمان‌های خارجی برای آموختن رمان نویسی برای من خیلی خوب بود، برای آموختن تکنیک فن خیلی خوب بود. اما در وقتی صوبشون خوندم یهو دیدم رمان ایرانی هم میشه نوشت. یعنی اولین بار بود که من با این در حقیقت شگفتی رو شدم که رمانم میتونه ایرانی باشه. آره این به نظرم میاد اینا همش میتونست مهم باشه. اگه 10 تا مصاحبه دیگه بکنم 10 تا چیز دیگه هم میتونم بگم راجع به این که چه جوری شروع کردم بنوشتن، ولی همینطور که شما فرمودید به نظرم میاد باید فرآیندی دیدش. راجع به سبک پرسیدید که مثلا سبک تو چیه و اینا، و اگه بخوام دیگه تو 50 رو رد کردم، اگه بخوام خیلی 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 نرم به این سوال جواب بدم و یه چیزی بگم که یه جوونی که امروز قلم دست گرفته و میخواد بنویسه رو نترسونه، راستش رو باید بگم سبک یه سری اشتباهاتی که نویسنده انجام میده وقتی شروع میکنه به نوشتن، شروع میکنه یه سری اشتباهات انجام دادن. همه میگن این کارو نکن، این غلطه ها، ولی شما میگی نه من اتفاقا دوست دارم همین غلط رو انجام بدم ببینم چی میشه. یه 20 سال که میگذره همون منتقدا میگن این سبک فلانیه، به به این سبکشه، چقدر متفاوته. این همون چیزی که همه میگفتن انجامش نده. سبک معمولا اینجوری به وجود میاد. آره خیلی پیچیده‌اش نکن. الان که آثارتون رو مرور میکنید
رد پای کدوم نویسندگان داخلی و خارجی رو تو قلمتون میبینید؟ اصولا شما توی کارهای اولتون تحت تاثیر آخرین کارهایی هستید که خوندید. یعنی آخرین کاری که میخونید و دوستش دارید روتون خیلی موثره. قلمتون، سبکتون، شخصیت پردازیتون، همه چی شبیه میشه. به مرور شما یاد میگیرید که من این همه رمان خوندم که دیگه مثل اونا ننویسم. یعنی شما از اینجا شروع میکنید که باید رمان بخونم مثل اونایی که دوستشون دارم و خوندم، و به اینجا میرسید که باید رمان بنویسم مثل اونایی که دوستشون دارم، نه مثل اونایی که دوستشون داشتم، بلکه باید خودمو پیدا کنم. توی رمان‌های اول حتما همه نویسنده‌ها خودشون رو لو میدن. یعنی جایی هست که یا از خودشون زیاد دارن مایه میذارن یا از آخرین کارهایی که خوندن. منم حتما تحت تاثیر بودم. مثلا من توی ارمیا که کار اولمه و سال 74 منتشر شده، یعنی چیزی نزدیک چقدر 30 سال پیش، ارمیا رو مثلا من تحت تاثیر فکر میکنم برخی از کارهای سامرست موام بودم. مثلا لبیتی اون زمان خیلی دوست داشتم و شاید شباهت داشته باشه. منتقدات کمتر اشاره کردم ولی خودم میدونم که به اون شباهت داشته. فضای ایرانیش خب طبیعتاً کار ایرانی که خونده بودم، مثلا همین کار خانم دانشور و اینا رو موثر بود و تلاش کردم یه فضای ایرانی تر بسازم. اما به مرور هر چی جلوتر رفتم به نظرم میاد تلاش کردم که یه کاری بکنم که مال خودم باشه. یعنی مثلا چه میدونم، مثلا تو رمان قیدا من تحت تاثیر فتوت‌نامه ها هستم. فتوت‌نامه ها دیگه رمان نیست، یه سنت فراموش شده است که در حقیقت هر صنفی یه فتوت‌نامه داشته. الان هم که شما این کارو بخونید شاید مثلا خیلی جنس فتوت‌نامه نباشه. من این فتوت‌نامه رو تبدیلش کردم به یه امر مدرن، یه امر معاصر. این کار اصلی من بوده تو اون کار. یعنی بازم مشغول دزدی هستیم ولی این بار دزدیمون جوریه که دیگه کسی نمیتونه، شاکی خصوصی نمیتونه براش پیدا کنه. این سوالو میخوام از هستالی بپرسم که در کودکی یا نوجوانی کدوم کتاب یا قصه بیشترین تاثیر رو خودتون گذاشت و دلیلش چیه؟ برخیشو گفتم ولی مثلا نویسنده‌ای بودن که همیشه منو به وجد می‌آوردن. من مثلا یه جایی گفتم مثلا اگه صنف ما اگه پیغمبر می‌داشت تولستوی پیغمبر ما بود. و اینا هم حالات آدم متفاوته. بازم اینجوری نیست که مثلا بگم من اینو خوندم به وجد اومدم حالا همه بخونن. من در جوانیم خیلی شاید در نوجوانی جنگ و صلح خوندم. در نوجوانی یعنی توی سنین مثلا دانش آموزی برادران کارامازوف رو خوندم. خب خیلی رو موثر بود از داستایوفسکی. همون زمانا آنا کارنینا رو شروع کردم خوندم و تمامش کردم و نپسندیدم. شاید 20 و چند سال بعدش 30 سال بعدش دعوت شدم به یه جایی توی روسیه که کتابم به روسی ترجمه شده بود. بعد میرفتم سخنرانی میکردم. مثلا در جوانی میشه 18 19 سالگی بولگاکوف رو خونده بودم، مرشد مارگریتا چاپ یکش رو خونده بودم و عاشق اون شده بودم. من تو آکادمی بولگاکوف دعوت شدم صحبت کنم. گفتم خب زشته دوباره بشینم بخونم. مرشد مارگریتا رو دوباره خوندم، اصلا دوست نداشتم. یعنی اون وجدی که بار اول داشتم، اون نوآوری هایی که مرشد مارگریتا داشت، بار دوم منو نگرفت. به خلاف اون آنا کارنینا رو دوباره خوندم و دیدم اصلا من متوجه نشدم. آنا کارنینا خیلی اثر بزرگه، حتی شاید بزرگتر از جنگ و صلح. به اینا پس معلومه حالات آدم، تجربیات آدم در برداشتش از رمان ها میتونه تفاوت ایجاد کنه. یادمه توی اون آکادمی بولگاکوف که صحبت کردم یه چیزی به ذهنم زده بود و گفتم بعضی از رمان ها مثل اسب میمونن. اسب همیشه اسب دیگه، خیلی تغییری نمیکنه، همون شکلی که بوده هستش. بعضی رمان‌ها مثل مرسدس بنزن، خیلی خوشگلن، مدل جدید میاد، بوی نوی دارن، آدم واردشون میشه کلی چیزای جدید میبینه و کلی زیبایی دارن و بالاخره خیلی کیف داره آدم یه مرسدس بنز سوار بشه، درش چجوری بسته میشه فلان. اسب دیگه. اما 20 سال که میگذره مرسدس بنز قراضه است ولی اسب هنوز اسبه. به نظرم میاد حتما این دو جنس رمان رو باید در نظر گرفت. بعضی از رمان‌ها اسبن، بعضی از رمان‌ها مرسدس بنزن. هر دو اینا رو مردم بهشون اقبال نشون میدن. اما به نظر میاد رمان‌های اسبی عمر بیشتری دارن. آره من خودم الان فکر میکنم مثلا رمان‌های اسبی رمان‌های جذاب‌تری ان برای من تا رمان‌های بنزی. ولی رمان‌های بنزی رو آدم میخونه، خیلی نوآوری دارن، خیلی آدمو تحت تاثیر قرار میدن. اما یکی دو سال که میگذره مدلشون کهنه میشه. خیلی نویسنده‌هایی که الان در ایران خصوصا توی ترجمه بیشتر منظور نظرم هست، بعضی از نویسنده‌ها مرسدس بنزن. موراکامی مرسدس بنزه، خیلی خوب اومد، بوی نوی داشت، برای من خیلی تازگی داشت. ولی فکر می‌کنم 10 سال بعد بخونیمش میگیم نه بابا الان فلان کار از این بهتره فلان. این تکنیکو خیلی‌ها کار کردن دیگه، عادی شده. میگم بولگاکوف برای من بنزی بود. این معنیش نیست بنز همچنان پرمشتریه، ولی به نظرم میاد یه سری رمان‌ها اسبی ان، اگه 1000 سالم ازشون بگذره اسب همچنان اسب، همون زیبایی رو داره، همون آناتومی رو داره و آدم کیف میکنه وقتی نگاهش میکنه و احتمالاً از سواریش هم میتونه لذت ببره. بسیار چکرم.
فرایند نوشتن براتون چطوره؟ از اون سوژه یابی و ایده اولیه و حالا تا میرسه به اون ویرایش نهایی. این رو اگر یه توضیح بفرمایید، یعنی وقتی میخواین شروع کنید به نوشتن، این ایده که میاد چه روندی رو طی میکنه تا به نقطه انتها میرسه؟ توی ادبیات کهن یه تعبیری داریم به نام میر نوروزی. میر نوروزی پادشاه الکیه، یه کسی که برای یه دوره پادشاهش میکنن، میگن و میخندن و یکی دو روز الکی پادشاه، یه روز پادشاه و بعدم میگن خب دیگه دورت به سر رسید و تموم شد. نوشتن برای من تکیه زدن بر اریکه میر نوروزی. یعنی موقعی که دارم مینویسم پادشاهم، دارم کیف میکنم از این دم و دستگاه و تاج و تختم، دارم کیف میکنم. بنابراین به نظرم میاد خود لذت نوشتن بالاترین انگیزه است برای من برای نوشتن. تقریبا میتونم بگم موقعی که شما دارید مینویسید نسبت به عکس العمل مخاطب، نمیدونم نگاه منتقدان، جوایز احتمالی، اینا هیچ کدوم موضوعی نیست که شما رو به نوشتن ترغیب بکنه. خود نوشتن ولی انگیزه خیلی مهمیه برای من و احساس میکنم دارم توش مهمترین کار رو انجام میدم. توی نوشتن هم شما با یک پارادوکس خیلی، یعنی نوشتن مملو از پارادوکس هاست، مملو از تناقض هاست. یه تناقض بزرگ اینه نوشتن اینه که شما تصور میکنید که، یا باید تصور کنید که من دارم برترین کار جهان رو دارم انجام میدم. موقعی که شما شروع میکنید به نوشتن باید احساس کنید که هیچ نویسنده‌ای در جهان تا حالا به این جایی که من رسیدم نرسیده. اگه غیر از این باشه نمیتونید بنویسید. این یه جاه طلبی ممدوحه. یعنی میدونید شما باید فکر کنید که من قراره به اوج اون چیزی که در نوشتن میشه بهش رسید برسم. ولی خب از اون طرف وقتی تموم میشه دیگه باید برگردید از اون اریکه میر نوروزی باید پایین بیاد، یه نگاهی بکنید بگید اینم یه مزخرفی شد مثل بقیه مزخرف. این دو تا رو اگه جابجا کنیم خیلی بد میشه. برای که این دوتا جابجا هم میشه. یعنی موقع نوشتن احساس میکنم واو چه کار بدی، من چرا دارم این کارو میکنم، نه من که نمیشه، در این کشور که نمیشه نوشت، در این مملکت که فلان. بعد که تموم میشه تازه میخواد احساس کنید که چرا نوبل رو به من ندادن، چرا فلان شد. این اونوری هم میشه. ولی به نظر میاد درستش اینوری و این جاه طلبی ممدوحه. یعنی مثل اینه که مثلا یک مؤمنی شب قدر وارد یک مجلسی بشه و بگه خدای من نیامرز. برای چی نیامرزی؟ بگه نه من دارم تواضع میکنم. اونجا جای تواضع نیست. خب داری میری که آمرزیده بشی و بالاترین مقام رو بگیری. هین نوشتن هم شما باید یه همچین حالی داشته باشید. این جزء نکات مهم نوشتن. از اون طرف مثلا من تصور میکنم توی نوشتن باز یکی از تناقضایی که داره اینه که شما موقعی که میخواید بنویسید مجبورید که از انبان تجارب استفاده کنید. این تجربه قسمتیش رو خودتون باید کسب کرده باشید. پس مجبورید آدمی باشید که اهل تجربه کردن باشید. مجبورید آدم تجربه گرایی باشید. آدم تجربه گرا قاعدتاً باید مثلا یه آدم به تعبیر روانشناسا برونگرایی باشه، بتونه با همه بپره و چه میدونم خاکشیر مزاج باشه، با این بپره. با هین نوشتن برعکس شما باید در خلوت ترین قسمت کار و درونگرایانه ترین قسمت کارتون باید باشید. قرار اونجا از هیچ کسی تاثیر نگیرید و خودتون رو با خودتون مواجه بشید. و این دوتا باز با هم دیگه در تناقضه. یعنی به نظر میاد نویسنده و نوشتن یک دریاچه‌ای از تناقضات متفاوته که کنار هم میشینن و از توش این اثر خلق میشه. بسیار عالی، متشکرم. آیا تا حالا بخشی از داستانتون رو به خاطر بازخورد اطرافیان یا ویراستارا تغییر دادید یا نه؟ مثلا شده من یه مصاحبه از شما میخوندم که ظاهرا اگر اشتباه نکرده باشم شما کتابی رو نوشتید، قصه ای رو نوشتید و اعضای خانواده یا فرزندانتون مطالعه کردن و نپسندیدن. تغییرش دادید یا از اول شروع کردید به نوشتن؟ و اینکه خب حالا شما چون آثارتون خیلی پرطرفداره و شاید در ویراستای بعدی احتمالاً شما فیدبک هایی دریافت میکنید و بازخوردهایی میگیرید، نمیدونم تا حالا شده که تغییر بدید؟ و اینکه شما چجوری بین دیدگاه خودتون، دیدگاه شخصی خودتون، قصه‌ای که نوشتید، ایده‌ای که داشتید، چجوری تعادل برقرار میکنید با سلیقه مخاطب؟ من تقریبا بعد از نوشتن کارم تا حالا تغییر ندادم. اون خاطره‌ای که نقل کردم این بود که من تصور میکردم خب کار نویسنده چیه؟ باید به یه پرسش جامعه باید جواب بده. پس باید متوجه جامعه باشه، توجه به جامعه داشته باشه و نظرات جامعه باید براش مهم باشه. این به این معنی نیست که اون میتونه توی داستان من بیاد با من همراهی کنه و این سفر رو بگه اینجوری بنویس، اون سفر اونجوری، ولی پرسش هم من بعد از جامعه بگیرم. یعنی مهمه که یه پرسش اجتماعی به پرسش نویسنده تبدیل بشه و بر مبنای او شروع کنه این پرسش رو مجدد طرح کردن. به نظرم میاد نویسنده سازمان برنامه بودجه هم نیست، یعنی لازم نیست حتما جواب بده به پرسش. همین که درست پرسش رو متوجه بشه
قسمتی از کار خودش رو انجام بده. اون خاطره‌ای که عرض کردم مال این بود که من تصور می‌کردم پرسش نسل جوان رو متوجه شدم و دارم می‌نویسمش. بعد مثلا یه بار نه اینکه بیام بخونمش، نه این کار نیست، و داشتم صحبت می‌کردم من دارم یه همچین چیزی می‌نویسم اینجوری اینا، بعد مثلا دیدم دارن چپ چپ بچه‌هام دارن چپ چپ منو نگاه می‌کنن. من میگم مثلا این پرسش ما نیست، بی خودی فکر کردی این پرسش ماست. و من اونجا فهمیدم که به لحاظ سنی با مخاطبام دارم فاصله میگیرم و این اون خطریه که نویسنده رو تهدید میکنه، برای اینکه من یهو میبینید یه پرسش رو خیلی هم خوب طرح میکنم ولی این پرسش فقط خودمه، پرسش خودم و 4 تا دور و بری خودمه. این پرسش اجتماعی نیست، پرسش جامعه نیست. وقتی پرسش جامعه نباشه کار خراب میشه. به این معنا بله توجه به مخاطب، توجه به پرسش مخاطب مهمه. اما این معنی که مثلا کارو بنویسم بعد مثلا دیگران ببینم و اینا، نه، به نظر میاد اینجا اتفاقا همه شرافت به نویسندگی اینه که اون چیزی که فکر می‌کنی درسته رو بنویسی ولی اون که نظر مخالف داشته باشی. نه، اینجا رو باش هم عقیده نیستم. ویراستار اگر با من همدلی و همراهی با اثر داشته باشه حتما باید از نظرش استفاده کرد. ویراستار بسیار شخصیت مهمیه. در ایران باید پنهانی باید بگیم که ویراستار خوب خیلی کم داریم. من با هیچ ویراستار رسمی کار نکردم ولی مثلا دوستی دارم که ویراستار غیر رسمی کارهای منه. دلیلی که با اون راحتم اینه که میتونه به کارام راحت نقد کنه، اتفاقا میتونه فوش بده، میتونه بگه بازم داری تکرار میکنی، این چیه نوشتی، این سفر رو بریز دور. با اون میتونم بحث کنم و راحت کارو جلو ببرم. ولی اون ویراستاریه که در حقیقت با اثر و با مخاطب من همدلی داره و من میتونم درک کنم که داره چی میگه. ویراستاری که بخاطر او اینا رو درست بکنه باهاش نمیشه خیلی کار کرد. نه. درست. بهترین بازخورد از خوانندگانتون چی بوده؟ مثلا داستانی که زندگیشون رو تغییر داده شما نوشتید و مثلا یا الهام بخش بوده؟ از این چیزا هست. از این چیزا دیگه وقتی کسی 30 سال شغلشه یه چیزی حتما از این چیزا زیاد شنیده. بعضی‌هاش اگه بگم در حقیقت توش یه نوعی عجب و خودپسندی به وجود میاد. بعضی‌هاش شاید جالب باشه، بعضی‌هاش بامزه است، ولی به نظرم میاد که زیاد نباید جدی گرفت. آدم‌ها تغییر میکنن، برای تغییرشون دنبال یه سری دستاویزهایی هستن که بگن این مهم بوده. گاهی وقتا به کار ما هم اشاره میکنن. خودمون نباید خیلی خودمون رو گول بزنیم. اون آدم 1000 تا دلیل داشته برای تغییر، منو دیده گفته فلان کتابت خیلی موثر بود. من خودم میدونم چقدر موثر بود. ما تاثیر خیلی کمی داریم روی مخاطب و این تاثیر کم البته مهمه. بنابراین این بازخورد به نظرم میاد اگرچه گاهی وقتا خیلی آدمو سر حال میاره ولی خیلی نباید آدم تصدیقم در مصاحبه عمومی نباید خیلی بهش بپردازه. وقتی که حالم بده و چیزی نمی‌نویسم و اینا چرا گاهی وقتا بهشون فکر می‌کنم یه کاری هم کرده بودیم. اما تصویرهای جالب زیاد دارم. مثلا یادم یه بار خارج از ایران بودم، بعد از ظهر بود فکر کنم، یا شاید مثلا غروب به وقت ایران بود. اونجایی که من بودم شب بود، من تو شرق بودم. یهو کسی تلفن زنگ زد، این چیزام میفته دیگه، رومینگ هم میفته دیگه. تلفن زنگ زد یه بار من جواب ندادم، گفتم حالا تلفن نمیشناسم برای چی باید جواب. 2 بار 3 بار 4 بار من دیگه احساس کردم یه چیز مهمیه این داره انقدر زنگ میزنه و برداشتم گفتم بله بفرمایید. گفت من بی وطن رو خوندم، الان توی قطعه یادم نیست اونجا چند گفتم، قطعه مثلا 20 چنده بهش زرام، این قبره که میگی نیست، الان غروب شده، من این قبر رو هنوز پیدا نکردم. گفتم بابا این تخیلیه، این قبر واقعی نیستش، وجود نداره. آره، یعنی گاهی وقتا از این بازخوردام داریم که بامزه است. یا مثلا توی بی وطن، حالا اسم آوردم، من تخیل کرده بودم که یک شرکت پیمانکار، یک شرکت مشاور میادش در ایران و تصمیم میگیره که قبور رو یکسان سازی کنه. این چی، هر قبری یه جوریه، وصیت‌نامه میاد شروع میکنه یکسان سازی کردن. بعضی جنازه هم سالم بوده میندازه تو اسید که مثلا درست بشه و اینا. مثلا شرکت خیلی به قول معروف سکولاری رو آوردم، به تعبیر امروزی یه شرکت سکولاری رو آوردم که این شروع کنه بهش ضرر رو درست کردن. گذشت مثلا 1-2 سال بعدش واقعا شروع کردم طرح یکسان سازی رو در قبرستان اجرا کردن. این کاملا تخیل من بود و من انقدر این کارو پرت میدونستم که مثلا تونسته بودم به عنوان یه امر اعجاب آور شگفت انگیز در رمان بهش بپردازم. یادم مثلا چند تا روزنامه، حالا روزنامه بوده از این سایت ها اون زمان، مثلا مطلب نوشتن که امیرخانی گفته تو اسیدم میندازن، اینا رو باید بریم مثلا درست بررسی کنیم. آره، در حالی که من واقعا وقتی گفتم کاملا تخیل. آره، از این جور چیزا بوده. یا مثلا کسایی که مثلا اومدن بهم گفتن مثلا فلان رمان از رو شخصیت مثلا پدر بزرگ من نوشتی. مثلا اگه پدر بزرگ کسی هم بود، پدر بزرگ خودم بود، ولی حتی اونم نیست. آره، ولی از این جور چیزا بالاخره هست و بعضیش بامزه است، بعضیش. فکر می‌کنید چرا انقدر مخاطباتون با آثارتون ارتباط برقرار میکنن؟ حافظ میگه نگر تا حلقه اقبال ناممکن نجنبانی. اولا پس نشون میده حلقه اقبال میشه جنبون، ولی پس یه سری اقبال هم هست که ناممکنن. من به نظرم میاد که مسیر نوشتن به شهرت
یعنی مسیر تبدیل شدن یک نویسنده به نویسنده مشهور جزء اون جاهایی که حلقه‌شو نباید جنبوند. با جنبوندن حلقه‌ش خودتو خراب می‌کنی. و اینو از این جهت میگم، حالا اینجا الان دارم عرض می‌کنم که مثلا من خب میگم 30 سال کارم اینه. 30 سال پیش من میرفتم توی جلسه مثلا کتاب، کسی میومد پلوی من میگفت رضا من دارم قصه مینویسم، منو راهنمایی کن چه جوری قصه‌مو جلو ببرم. برای اینکه قصه‌م بهتر بشه باید چیکار کنم؟ برای اینکه مثلا شخصیت بلد نیستم بنویسم، نثر میخوام بهتر بشه چه کتابی بخونم. سوالاتی که از من میشد خب طبیعیه، توی کار من بود، از من سوال میشد، بعضیشو بلد بودم جواب میدادم، بعضیشو بلد نبودم جواب. تقریبا مثلا از به نظر من دهه 90 به بعد من وقتی توی جلسه میرم کسایی میان جلو خیلی با احترام و چیزا اینا میگم ببخشید چه جوری باید مشهور شد. این دو تا با هم دیگه فرق میکنه. من هیچ وقت برای اینکه بدونم چه جوری باید مشهور شد تلاشی نکردم. راستشو بخواید اصلا شهرت، یعنی خیلی خوشحال میشم کتابام مشهور بشه، خیلی خوشحال میشم. این اصلا کارم اینه که مردم کتابام بخونن دیگه. چرا باید از این ناراحت بشم؟ کتابام باید مشهور بشه. ولی از اینکه خودم مشهور بشم اصلا خوشحال نیستم. برای اینکه اولا دست منو میبنده. خیلی از کارهایی که دوست دارم بکنم و نمیتونم بکنم. یعنی شهرت که چیز خوبی نیستش که من خیلی دوست دارم برم بشینم توی قهوه خونه بشینم با 4 نفر گپ بزنم. اگه اینو بفهمم من اون نویسنده‌ام که شاید چیزاشونو بدوزم برم بنویسم دیگه طبیعتا یه جور دیگه حرف میزنن. آره من این تیکه دومو بلد نیستم. یعنی بلد نیستم. نمیگم براش تلاش نکردم، حتما یه جایی تلاشام شبیه به کسیه که می‌خواستم مشهور بشه، ولی کار اصلی من این بوده که کتاب بنویسم. هنوزم دوست ندارم که خارج از کتاب ذره شهرت داشته باشم. من دوست دارم کتابام خوب باشه و مردم بخوننشون. برای مخاطبم من واقعیت اینه که معمولا وقتی دارم می‌نویسم زور بزنم یه نفر تو ذهنمه. زور بزنم. یعنی مثلا اینجوری نیست بگم برای این جمع 10 نفره دارم قصه‌مو میخونم. نه. من میگم من برای شهاد دارم قصه میخونم و تلاش میکنم برای شما درست قصه رو بخونم. اینو میفهمم هر چی با تو بتونم عمیق‌تر ارتباط بگیرم تعداد مخاطبام بیشتر میشه. یعنی یه اثر جهانی، اثری که با یک نفر ولی در عمق خیلی زیاد ارتباط گرفته. و اگه شما تصمیم بگیرید برای 1 میلیون نفر بنویسید، اولا شعار نوشتید. یعنی برای 1 میلیون نفر فقط میشه مثلا کوری پرسپولیس استقلال نوشت. کار زیادی نمیشه کرد. ولی وقتی برای 1 نفر می‌نویسید هی میتونید عمیق و عمیق‌تر بشید. اتفاقا به خلاف تصور به نظر من کسی که میخواد نویسنده‌ای باشه که تعداد زیادی کاراشو بخونن، برای 1 نفر فقط باید بنویسه، ولی برای اون 1 نفر باید جوری بنویسه که حوصله اون سر نره، عمیق بنویسه، اونو بتونه مجذوب کنه. اون وقت اون یه نفر تکثیر میشه. اون 1 نفر تو اون عمق تکثیر میشه. اگه میتونستید یک شخصیت از آثارتون رو به دنیای واقعی بیارید، چه کسی رو میآوردید؟ اولا یه نکته‌ای بگم، ما یه سری تیپ داریم، یه سری شخصیت. تیپ یعنی مثلا چه میدونم، مثلا یه دونه پزشک مثلا طماع، این یه تیپه، میشه ساختش، هممون میتونیم بسازیمش، خیلی نکته عجیب و غریبی نداره. یا مثلا فرض بفرمایید مثلا چه میدونم، مثلا یه خلبان شجاع، مثلا یه دونه از این جور چیزایی که شنیدیم، همه اینا رو میشه ساخت. یه کارمند دفتری، اینا رو میتونیم بسازیمش. اینا معمولا تیپن. شخصیت اون کسیه که در دوراهی ها میتونه تصمیم هایی بگیره که شاید متفاوت باشه با بقیه و شخصیت ها منحصر به فرده. تعداد شخصیت هایی که یه نویسنده میسازه به نظرم میاد با عمق نویسنده مرتبطه. مثلا میگن نویسنده ها بهتریناشون بالای 60-70 تا شخصیت در عمرشون نساختن. یعنی انقدر تعداد شخصیت محدوده. تیپ شما هر چقدر میتونید بسازید، ولی شخصیت محدوده. بس خود ساخت شخصیت کار سختی. من مثلا جزء نویسنده‌های کم استعدادم، برای که یه شخصیت توی کتابم داشتم، تو همشون زنده کردم، دوباره آوردمش، نتونستم دوباره یه چیزی شبیهش رو بسازم. این نشون میده که خیلی در شخصیت سازی آدم کله گنده‌ای نیستم. اما یه نکته خیلی مهم این وسط وجود داره. این شخصیت از کجا میان؟ من اینقدر که خودم میفهمم همه این شخصیت‌ها مراتبی از نفسانیت خودم هستن. یعنی بهترین شخصیتی که من نوشتم یه شخصیتی تو نفس من، از من بالاتر نیست. بدترین شخصیتی هم که نوشتم تو منه. یعنی من به اینا اشراف دارم، من اینا رو میشناسم، من میدونم اینا چه جوری تصمیم میگیرن. پس حتما حالا به تعبیری مثل نفس مطمئنه و نمیدونم لوامه و این تو مراتب نفسانیت منن. به همین معنا من نوشتن راجع به معصوم رو درست نمیدونم. یعنی معصوم میتونه تیپ میتونه باشه، معصوم میتونه مثل یه نوری بیاد از یه قصه رد بشه بره، ولی اگه قرار شد شما بگید شخصیت معصوم در این دوراهی چگونه تصمیم گرفت، به نظرم دارید گزاف دارید میگید. برای اینکه شما چی کاری که بگید معصوم چه جوری اینجا تصمیم گرفت؟ مگه من میتونم جای ایشون قرار بگیرم؟ مگه من اشراف شخصیتی و اشراف نفسانی دارم به او؟ ابدا. یعنی
به این معنا شخصیت معصوم رو نمیشه نوشت، ولی تیپی از معصوم میشه ارائه کرد. یه سیره رو خوندیم، یه شخصیتی میاد توی قصه رد میشه، این معصوم، اینو میشه. ولی اگه اومدید به قول روزخونا زبان حال خواستید بگید، اونجا باید بگید من دارم زبان حال میگم. شما نمیتونید بگید که اینجا حضرت امام حسین چجوری تصمیم گرفت. ما نمیدونیم، من نمیدونم، من اشراف ندارم. به این معنا همه شخصیتایی که دارم میگم یه قسمتی از وجود خودم. اینا باز شاید توش کمی مثلا یه کمی نکته مثلا خودشیفتگی شاید توش باشه، ولی واقعیت همینه. هیچ شخصیتی در کارهای من نیست که بیرون از من باشه. برای همین یه دونه که تو عالم هست بس دیگه دومش دیگه زائده حتما. اگه زور بزنیم بگیم یکیش حالا باشه بد نیست دیگه، دومیش ولی خودم میدونم حتما زائد. در آینده قصد دارید روی چه موضوع یا ژانر جدیدی تمرکز کنید؟ من دیگه الان 50 و چند سالمه دیگه، الان خودم آینده‌ام دیگه. منتظرید؟ الان دیگه خودم دیگه آخرای آینده‌ام. من دیگه الان میدونم مثلا زور بزنم تا آخر عمرم 2-3 تا رمان دیگه میتونم بنویسم، 3-4 تا رمان دیگه تلاش میکنم مثلا با اون چیزایی که فکر کنم خوبه بنویسم. ولی طبیعتاً اون آیه شریفی که فرمود و من نعمرهن و نکسو فی الخلق، اون تنکیس رو مثلا نگفت بجز نویسنده ها، مثلا همه تنکیس پیدا میکنن بجز نویسنده ها، بجز نه، همه میایم پایین. یعنی اینجوری نیست که به سمت بالا بریم. خلاقیت حتما پایین میاد و به نظرم میاد که حتما شماها باید برید به سمت نویسنده‌های جوان باید بیان و جای ماها رو باید به سرعت باید بگیرن و بیشتر از ماها روی شونه‌های ماها بزنن و برن بالاتر، کما که ما با قبلیامون همین کار کردیم. این تخیل و این خلاقیت رو چه جوری میشه تقویت کرد؟ 2 تا چیز خیلی کمکش میکنه که شجاعت، یکی جهالت. یعنی این 2 تا خیلی، شجاعت به این معنی که شما نترسید، یعنی وقتی وارد چیزی میشید نترسید از اینکه بگن حالا چی میگن چی نمیگن، امتحانش کنید. یعنی اصولا عرصه هنر یه قسمتیش عرصه آزمونه، شما میآزمایید، برای که اگه قرار باشه چیزای قبلی ها رو تکرار کنید که چیزی اضافه نکردید. بنابراین شجاعت نترسیدن و اینکه وارد عرصه جدید بشید خیلی مهمه. نکته دوم هم جهالته، برای اینکه همه این شجاعتایی که شما میخواید انجام بدید و قبلا عده‌ای انجام دادن. این که ما نمیدونیم کیا قبلا این کارو انجام دادن، این جهله گاهی وقتا کمک میکنه که کارو بریم. من همیشه میگم من رمان اولم رمان جنگه. تصور من این بود که قصه جنگو هیچ کسی تا حالا در ایران ننوشته و حیف این داره حروم میشه. جنگ مثلا 2 روز بود جنگ تموم شد و من شروع کردم به نوشتن، حالا اینا رو کی مینویسه فلان. بعدن که نوشتم سالها گذشت، اون زمان مثلا فهمیدم که مثلا تو دهه 60 چند نفر دیگه هم قصه جنگ نوشته بودن. شاید اگه من اونو میدونستم هیچ وقت نمی‌نوشتم. برای من جهالتم همیشه کمک خیلی بزرگه. در خلال فرمایشاتون برای یک سوالی از نویسندگان خارجی نام بردید، رمان‌هایی که تو زندگیتون تاثیرگذار بوده، از نویسندگان و رمان‌نویس‌های داخلی هم اگر حالا من توی نویسنده خارجی فکر می‌کنم مثلا حالا برخی از این ستون‌ها رو عرض کردم، ولی مثلا برخی دیگه هم هستن که خیلی به من کمک کردن. من مثلا یک کسی مثل رومانگاری رو خیلی دوست دارم، به خاطر اون آشفتگی و وحشی بودنش و اینا همیشه برام رومانگاری جذاب بوده. یعنی من تقریبا همه کارهای رومانگاری رو خوندم، حتی اونو که به اسم مستعار چاپ شده، یعنی تو ایران البته به اسم خودش دوباره چاپ کردن، ولی به هر صورت به شدت به این شخصیت علاقه داشتم. کدوم اثرش رو پیشنهاد میکنید؟ خب مثلا خداحافظ گاری کوپر شاید به یک معنا شاید کلاسیک ترین اثر رومانگاری امروز شده باشه که میشه خوند، ولی به نظرم میاد آثار دیگه‌اش مثل سگ سفید، مثل ریشه های آسمان، همه اینا رو میشه خوند و لذت. ایتالو کالوینو همیشه برای من جذاب بوده به خاطر اون خلاقیت عجیب و غریبی که داره و اینکه نترس بوده در ارائه خلاقیت. کالوینو در اون سگانه‌ای که برای نوجوان‌ها خیلی خوبه و به نظرم بزرگسالان میتونن بخونن، ویکنت شق شده و باران درخت نشین و سومی رو یادم، شوالیه ناموجود، توی این سگانه به نظرم میاد بی‌نظیره. توی اگر شبیه از شب‌های زمستان مسافری و همچنین. آره برخی از اینا خیلی مهم بودن. توی ایران نویسنده‌ها هر کدومشون یه چیزایی رو به ماها دادن. مثلا من حیف آدم از جلال نام نبره. جلال چیزی که به ما نشون داد نگاهه. جلال نشون داد روشنفکر ایرانی باید نگاه داشته باشه و این نگاه باید بومی باشه، باید مال خودمون باشه، ولو اشتباه. و اون نثر پرکشش و درخشان. جلال احمد از این جهت برای من مهم بود. توی شعر که ورود من به ادبیات بوده و به نظرم میاد گوهر هنر ایرانیه، مثلا توی شعرهای معاصر علی معلم دامغانی خیلی روی من موثر بود و من از ایشون خیلی چیز یاد گرفتم که اون محور عمودی شعر توی مثنوی‌های بلند ایشون چقدر میتونه ما رو به روایت پردازی، روایت شاعرانه چقدر میتونه ما رو نزدیک بکنه. خیلی آقای معلم هم برای من مهم بود. توی نویسنده‌ها تقریبا از همه‌شون درس گرفتم. مگه میشه مثلا
آدم صحبت کنه از محمود اسم نیاره. محمود با همسایه ها، با همه کاراش، با مدار 0 درجه، با همه کاراش من تقریبا زمین سوخته، تقریبا از همه کاراش لذت بردم. چوبک در برخی از کارها توصیفاتش و اون جنوبی که چوبک میگه برای ما مهم بوده. محمود دولت‌آبادی اون جاهایی که روایت از خودش کرده، مثلا توی روزگار سپری شده مردم سال خورده، به نظرم میاد خیلی با ارزشه و خیلی خیلی کار تر و تمیزی رو ارائه میده. همه نویسنده‌ها آموختن. بعضی از نویسنده‌ها چیزایی که ازشون آموختن متفاوته. مثلا ابوتراب خسروی اون کار درخشانش دیوان سومنات، خب یه کاریه که داره نشون میده که عرفان ایرانی تو زبان فارسی اتفاق میفته. این بی‌نظیره. ولی مثلا توی جایی مثل اسفار کاتبان یه مسیر سنگلاخ خیلی سخت و رفته پاکوب توش درست کرده. از اون پاکوبه من یاد گرفتم که اون مسیر رو نباید رفت. خب اینم یه آموختنه دیگه. این خودش یه زحمته. اگه ابوتراب این کارو نمی‌کرد شاید من با توانایی خودم که توانایی کمیه اون مسیر رو می‌خواستم برم. مصطفی مستور با روی ماه خداوند رو ببوس، داوود غفارزادگان با ما 3 نفر هستیم، با کتاب بینام اعترافات، با اون قصه کوتاه پدر گیاهشناس من که یه قصه است که من گاهی وقتا به داوود میگم هیچ چی نداره، نه شخصیت داره نه روایت داره، هیچ، ولی اون قصه 2 صفحش محو میکنه من بوی اون جنگل پدر گیاهشناس من هنوز توی مشاممه. نمیدونم چه جوری این کارو انجام داد. رضای بایرامی با مردگان باغ سبز، با کوه مرا صدا زد، با همه کارهای خوبی که توی این سالها نوشته. رضا یه فضایی رو توصیف میکنه از فضای در حقیقت کوهستان‌های اردبیل، کوهستان‌های آذربایجان و اردبیل و دامنه‌های سبلان. این دامنه‌های سبلانش زنده است، بخوایم و نخوایم اینا زنده است. رضای بایرامی یه دونه سگ میاد تو قصهش، میاد توی یه صفحه رد میشه، همه ماها میترسیم. من 6 صفحه سگ می‌نویسم مثلا، خب یه پارس نمیتونه بکنه این سگ. آره یعنی اینا همه هنره دیگه. آره خیلی از دوستام، احمد دهقان با برخی از کارهای جنگش که خب به همه ماها راه نشون داد. بیژن نجدی با یوسف پلنگانی که با من دویدن. فکر میکنم میتونم تا صبح اسم این نویسنده‌های خوبی که از همه‌شون آموختم و بگم. آره یعنی تعدادشون خیلی زیاده. از همه اینا من چیزای زیادی رو یاد گرفتم و عملاً همه ماها توی هم‌افزایی عمومی در ادبیات داشتیم به هم کمک می‌کردیم. این نکته خیلی مهمیه که کسی بهش توجه نمی‌کنه. خیلی از این نویسنده‌ها شاید به لحاظ ایده با من مخالف بودن، منم با اونا مخالف بودم، ولی اونا تو رشد من موثر بودن. وقتی اون می‌نوشت من میومدم جوابشو بدم، وقتی اون ننویسه منم ساکت میشم. بنابراین باید بفهمیم که این صداهای مختلف میتونن کمک کنن به هم دیگه تا صداها ساخته‌تر و پرداخته‌تر و به یک معنا صداها متشخص‌تر بشن. اگه صدایی نباشه اون تک صدا همیشه جیغ و ویغ، خیلی ارزش نداره. این حالا سوال شخصیمه. از قلم شریعتی دوست دارم شما. بله. حالا حسین ارشاد هم هستیم. خب منم جزو کسایی بودم که توی خونمون علاوه بر کتابخونه یه چیزی مثل نوارخونه هم وجود داشت. یعنی ما یه چیزایی داشتیم که میدادن نجار میساخت، این کاست‌ها رو توش میذاشتن و شما ردیف کارهای شریعتی بود. من هنوز تقریبا توی کتابخونه خانوادگیمون، یعنی کتابخونه پدریمون، هنوز به همه کتاب‌های شریعتی، حتی اونایی که بدون اسم و میدونی شریعتی به خاطر ساواک بعضی از کتاباشون زمان بدون اسم میومد، نمیدونم حسین سبزواری، نمیدونم علی سبزوار زازه، کلی از این جور چیزا. آره شمع، آره کلی از این جور چیزا، همه اونا رو داریم. یعنی همه اونا رو توی همون دوره داریم. شریعتی فکر می‌کنم جزو کسایی بود که توی دوره خیلی سن کودکی، یعنی من تو دبستان شریعتی می‌خوندم. من تو دبستان مثلا حبوط و کلاس 4 دبستان خوندم و رفتم یه دونه مثلا چیز نوشتم، اداشو در آورده بودم، مثلا جایزه گرفتم و اینا، کلی کیف داد. شریعتی خیلی موثر بود. نثر شریعتی توی حبوط، توی کبیر به نظرم میاد واقعا با ارزشه. نمیدونم چرا من الان دوباره گاهی وقتا هوس می‌کنم حبوط رو دوباره بخونم. حبوط رو خیلی دوست دارم. حالا کبیر رو دیگه ازش فاصله گرفتم، با اینکه اون کبیریاتش همش جذابه، ولی حبوط رو همچنان فکر میکنم جزو یکی از بهترین کارهاییه که اون زمان خونده بودم. بگذاریم که گاهی وقتا از اون نوارام تک میزدیم، یعنی اون لحن و اون صدا و اون تمرکز در گفتار و اینکه میتونست در حقیقت مدت طولانی یه ایده رو بگیره و با اون خلاقیت‌ها، برش‌های مختلف و مونتاژهای موازی که روی اون ایده میزد، فکر میکنم خیلی جذاب بود. بله مرحوم دکتر شریعتی حتما روی نسل ما، روی نسل بچه‌هایی که توی دهه 60 شروع کردن به خوندن و نوشتن خیلی موثر بوده، شاید بیش از رمان نویسم. من یه نکته بگم راجع به نسبت کتابخانه‌های عمومی و نویسنده‌ها.
کتابخانه عمومی خب جزء فضایی هستن که نویسنده‌ها به طور طبیعی جزء مخاطبانش هستن، باید ازش استفاده بکنن. توی دنیا خیلی زیاد نویسنده‌ها با کتابخانه عمومی ارتباط میگیرن. برخی از کتابخونه‌ها به احترام برخی از نویسنده‌ها بهشون اونجا یه میز کار میدن، یعنی برای اینکه کارشون خب شبیه و اینا. این همچین نسبتی، یه نسبت در حقیقت یه نسبت واقعی وجود داره که نویسنده‌ها عمدتاً مدیون کتابخانه‌های عمومی هستن در رشد و نمو و شکلگیری. ولی یه قسمت دیگه ای وجود داره که در حقیقت ساختارهای اداری ما بهش بی‌توجهن. وقتی یه دونه کتاب نویسنده توی کتابخانه عمومی خوانده میشه، یعنی اون کتاب از سبد خرید اون مخاطب حذف شده. بنابراین توی دنیا معمولا تلاش میکنن که کتاب‌های نو رو وارد کتابخانه عمومی نکنن. یعنی بازار کتاب، خب میدونید بازار کتاب 50% همه جای دنیا رمانه. تلاش اینه که رمان‌ها تا 2-3 ساله نشن وارد کتابخانه عمومی نشن، یعنی فروش اصلیشون رو انجام. اتفاق دیگه‌ای که میفته توی دنیا این هستش که مثلا توی امریکا خصوصا یه نهاد خیلی قدیمی و برجسته کتابخانه‌های عمومی اونجا وجود داره. مثلا اینترنت هنوز به امریکا نیامده بود که اینترنت بین کتابخانه‌های عمومی اونجا شکل گرفته بود. توی شهرها شما میتونستید از کتابخونه مثلا چه می‌دونم حسن آباد کتابو بگیرید برید کتابخونه زعفرانیه برید پس بدید. یعنی این فضا توش وجود داشت و این با اینترنت اتفاق افتاده بود. اتفاق مهمی که اونجا میافتاد این بود که میگفتن به ازای تعداد بارهایی که کتاب نویسنده از ما امانت گرفته میشه، نویسنده و ناشر حقی دارن توی کتابخانه عمومی. این به نظر من جزء نکات در حقیقت یه کمی گم شده توی ایرانه. توی ایران ما تأمین کتابخانه عمومی اصل اقتصاده، یعنی یه هیئتی اونجا میشینن با من آشنان 50 جلد از کتاب منو میخرن، منم کلی ممنونشون میشم. در حالی که 50 جلد از کتاب منو بخرن اونان که مدیون من شدن، یعنی باید بیان اونا بگن آقا از این 50 جلد تو مثلا 500 نفر خوندن پس حالا ما به تو بدهی داریم. ولی اینجا برای اینکه نوع دیگه ای کار تعریف شده، کتابی رو که هیچکی نمیخره رو، حالا خصوصا متاسفانه توی کتابخانه‌های دولتی اون نهاد میره اونو در حقیقت تهیه میکنه اون کتاب رو و به اون ناشر کمک میکنه، کار تموم میشه. در حالی که به نظر میاد اینجوری نیست. اون کسی که کتاب رو میخره باید بازخوردی از مقدار اماناتی که اون کتاب گرفته میشه داشته باشه. اگه کتاب خوبی رو نخریده بعداً در حقیقت مؤاخذ بشه، بهش بگن آقا چرا رفتی این کتابو گرفتی، و بعد این نسبت باید به شکل درستری باید شکل بگیره که متأسفانه در ایران شکل نگرفته. خیلی متشکرم. زنده باشید. خیلی ممنون که وقتتون